بعضی ریالیتی شوهای مدلی هن که تو لباس میبری، بعد اونا از بین لباسایی تو انتخاب میکنن که مثلا اینو بپوش. ولی اینجا اینطوری نبود. اینا مثلا تو کاملا هر چی دلت میخواست خودت میپوشیدی و مثلا خیلی خوب. و اصلا چیز رو فوکس رو این بود که خودتون باشین، یعنی مثلا لباسایی رو بیارین که میخواین خودتون اون شخصیت خودتون رو پرزنت کنین. راحت باشین آره توش. منم که خیلی اصلا بچه‌ها حالا همه رفته بودن لباس خریده بودن فلان، اینم که اصلا شوت هیچی عالی لباس بودی. نبرده بودم، واقعا 2 تا درس برده بودم و یه شلوار پاره ازم. همونا عالی بودن. خب اصلا مهم آره نیست، شخصیتت واقعا مهم بود که اون واقعا دریافت شد که چقدر آره شخصیت خوبی داشتی. واقعا دارم میگم. مرسی عزیزم. بچه ها میگن به نظرت این برنامه و این سبک برنامه ها تاثیر مثبت میذاره یا اینکه هنوز فرهنگ سازی نشده؟ مثلا در چه ببخشید، نمیدونم تاثیر مثبت یا منفی میذاره یا اینکه در هنوز فرهنگ سازی نشده؟ نمیدونم مثلا در چه مثلا راجع به چه چیزی، مثلا مثلا راجع به مثلا LGBTQ اینا میگه یا نه کلا مثلا عشق ابدی واقعا تاثیر منفی است، اصلا هیچ چیزی از توی اون اوکی برنامه تو اوکی نمیتونی میفهمم. به نظر من ازش الگو سازی کنی یا هیچ اها چیزی. اها خب ولی خب یه سری اتفاقا هم تو برنامه میفته، خب به خاطر حالا LGBTQ خب خیلی آره نمیبینیم، یا همون آره حالا بوس و بغل و چیزایی که قرار دستتون باز باشه ببینید. فکر میکنید اینجور چیزها توی دید مردم اها. قراره مثبت باشه، منفی باشه، یا به خاطر اون چیز میگن فرهنگ سازی حالا شده یا نشده آها. مشکل دار میشه نمیشه؟ ببین واقعا نمیتونم پیش بینی کنم که مثلا ریاکشن واکنش مردم به این برنامه چی خواهد بود یا چی ازش برداشت میکنن. ولی 2 تا چیز رو میتونم بگم. یه دونه اینی که واقعا آدمایی که پشت صحنه بودن تو ویلا، مثلا حتی از مدل صحبت ترمه و اینا میبینی و مدل چیزایی که برنامه روش فوکس کرده رو اینی که آدما به هم عشق بدن و تاثیر مثبت رو هم بذارن، یه پوان تو این برنامه. مثلا همینی که تو اکسو میدی، یا مثلا یعنی خود برنامه داره پروموت میکنه بچه‌ها رو که مثلا مثلا مثبت باشن، یا مثلا همدیگه رو دوست داشته باشن، یا مثلا به نظرم این خودش یه پوان مثبته. و انتخاب بچه‌ها هم خیلی برام جالبه. مثلا خود من واقعا فکر نمی‌کردم که مثلا یه همچین حالا ریالیتی شویی که واقعا مثلا تا یه حدی قراره دیده بشه، یه شخصیتی مثل منو انتخاب کنه، میدونی، چون یا مثلا مثل احمد یا شیدا یا هر کسی، یعنی آدمایی که واقعی و نچرالن و مثلا حالا یه طرز فکری دارن، میدونی، مثلا بیشتر ریالیتی شوها میرن دنبال آدمایی که مدلن و فلانن و مثلا یه همچین چیزیه، میدونی. ولی اینجا بلاگرن، آفرین، ولی اینجا اینفلوئنسرن. واقعا مثلا انتخاب شرکت کننده ها این بود که آدمایی که با هم متفاوتن و همه واقعی‌ان و همه یه طرز فکری دارن و همه یه درک و شعوری دارن. یعنی مثلا واقعا بعضی از بچه‌ها صحبت میکنن تو میبینی که درک و شعورشون از زندگی خیلی بالاست، میدونی. و 100%. خود منم مثلا تو ویلا رفته بودم، مثلا یکی از چیزایی که مثلا نگران بودم این بود که من مثلا میرم با یه سری آدمایی که مثلا کاملا سطح فکرشون با هم متفاوته و اصلا هیچ جوری نمیتونم ارتباط بگیرم. ولی اصلا خیلی سورپرایز شدم که دیدم چقدر همه عرفانی، همه سطح فکر بالا، همه مثلا اینی که خودشون رو بشناسن، رو خودشون کار کنن. اصلا این یه طرز فکری بود که بیشتر بچه‌ها داشتن و واسه من اصلا خیلی عجیب و جذاب بود که چطوری این آدما رو انتخاب کردن. واسه همین به نظرم همین این طرز فکر آدمایی که این برنامه رو ساختن ممکنه که یه چیز مثبتی بیاره. بعدم فکر میکنم تو تیکه‌ای که مثلا حالا بغل و بوس و LGBTQ و همه اینجور چیزا، ببین مثلا شخصیت‌هایی مثل لولا رامبود، اینا مثلا که ممکنه تو خانواده LGBTQ باشن، خیلیایی که مثلا این آدما رو ندیدن و نمیشناسن و اصلا تو عمرشون ندیدن، فکر میکنن که حالا مثلا به نظرشون خیلی عجیبه، مثلا میگن یه مثلا هیولا آره هستن. مثلا این الان چی، اصلا انگار یه جوری مثل انسان اون آدما رو نمیبینن.
میدونی. ولی وقتی که به نظرم تو این شو شما میای مثلا میبینی او رامبودم مثلا دل داره فکر میکنه به یه چیزایی، از یه چیزایی ناراحت میشه، یا لولا هم واقعا یا مثلا داره میدونی اون انسانیت رو میبینی توشون. و به نظر من اینی که آدم احساس کنه که یه آدمی هم که انقدر باد متفاوته، اونم یه دلی داره، اونم یه حسی داره، اونم واقعا یه انسانه و بتونی اونطوری باش ارتباط بگیری، به نظر من این خیلی واسه فرهنگ سازی چیزه. یعنی به نظر من خوبه. حالا گذشته از اینی که حالا اینجور چیزا خوبن بدن هر چیزی، میتونیم بفهمیم که هر آدمی یه آدمه و ممکنه و خیلی وقتا این گرایشایی که آدما دارن دست خودشون نیست، همونطوری که ما دست خودمون نیست چه حسی داریم اونا هم دست خودشون نیست و ما همدیگه رو باید بتونیم دوست داشته باشیم و قبول کنیم، بپذیریم. آفرین. واسه همین به نظر من اینا همش ممکنه مثبت باشه. و مثلا اینی که میدونی مثلا حتی تو اینی که مثلا بغل و بوسه و فلان و اینا، به نظر من مثلا یه چیزی که من راجع به فرهنگ حالا خارجی دوست دارم اینه که خجالت و شرم نیست تو این احساسات انسانی، میدونی. یعنی میگه هممون آدمیم، هممون حس داریم به هم دیگه، اینی که همدیگه رو بغل میکنیم، بوس میکنیم، هر یه قسمت از زندگی هممونه، میدونی. ولی نمیدونم تو فرهنگ چیزی حالتی که ما باید مثلا خجالت بکشیم از اینکه این کارو میکنیم. تابوه دیگه. آره میدونی. واسه همین من مثلا اینو دوست دارم که مثلا هر چقدر اینا دیده بشه، نه اینی که حالا مثلا یه صحنه‌های ناجور که مثلا واقعا مثلا زننده دست جلو آدمو بذاری، ولی اینی که بدونی اینم یه قسمت از زندگیه، میدونی. مثلا حالا یکی دست یکی رو میگیره، یکی رو مثلا میبوسه و اینا اوکیه، یعنی مثلا اینم یه قسمت از زندگی هممونه و هر چقدر ما بتونیم اینا رو بپذیریم با بقیه اوکی ترین، با خودمون هم اوکی ترین، میدونیم. 100% میگم باید 100% احساس میکنم این برنامه قراره خیلی شوک فرهنگی 100% میشه و شاید هم تا الان تا یه حدودی شده باشه واسه خیلیا، ولی چیز خوبیه، میدونی. یعنی اینکه خب همیشه مثلا همچین برنامه‌ای چون نبوده و الان هست، احساس میکنم خیلی درها طرز فکرها رو باز میکنه. آفرین. امیدوارم. و خب به مرور زمان یه کمی خب میبینی که خب اوکی اینم ایرانیه، منم ایرانیم، چطور این داره اینطوری فکر میکنه ولی چرا من فکرم اینطوری نیست. تو سعی میکنی یه بالانسی رو برقرار کنی. به نظر من این خیلی قشنگه. خب خیلی عالی. میگم هر سوالی که نتونستی جواب بدی من میخونم، تونستی جواب بده، نتونستی هم من هنوز به سوالای خودم نرسیدم. من نشستم سوال نوشتم خیلی شیک و پروفشنال، بچه‌ها دیگه چیز قوقا کردن. توی ویلام تاچ، برخورد فیزیکی، اخطار یا اخراج، آیا اگر که نبودم مثلا آیا فکر میکنی که میتونست باشه شاید، یا مثلا آره خیلی نمیتونم راجبش بگم ولی یه جورایی آره ببینین آره فکر کنم آره فکر کنم هنگ کردی. آره باشه. حالا تا شما میری من دوباره ببینم چیزا. سلام. اگه برگردی به قبل برنامه بازم شرکت میکنی. تا اینجای بازی فکر میکنم آره، فقط حالا خود شورم بذارم کنار به خاطر رابطه‌هایی که پیدا کردم و دوستایی که پیدا کردم، فکر میکنم آره شرکت میکنم دوباره. یکی از سوالات کامنت. آره شنیدم. من سعی میکنم سریع برم، یه فرس شدم. سوال بچه ها، فیلم برداری چند هفته طول کشید؟ ببین کلن 3 هفته بود که مثلا کل از اول تا آخرش 3 هفته بود که مثلا ما تو ویلا بودیم، ولی خب آدما مثلا بر اساس اینی که کی حذف میشد و کی می اومدن ممکن بود یک آدم کل 3 هفته رو اونجا نباشه، ولی مثلا کلن فیلمینگ 3 هفته بود. 3 هفته بود. اوکی. 1 ماه هم پس یعنی نبود؟ نه. کمتر. به نظر شما همزمان بودن پخش ویلا و عشق ابدی باعث شد ویلا اون ویویی که باید بخوره رو نخوره؟ یعنی آیا فکر میکنی که میتونه تاثیرگذار باشه؟
واقعا نمیدونم، یعنی من خودم توی اینی که مثلا استراتژی یوتیوب و اینی که کی پست کنی و فلان و اینا رو خیلی بلد نیستم. میدونم هم که ممکنه خیلی، حالا اینی که ویو نخورده ممکنه خیلی دلایلا باشه، ممکنه اونی که از دلیلاش باشه، ممکنه مثلا اینی که مردم مثلا چیزن که هر روز پخش بشه یا نشه، مثلا این ممکنه باشه. بعد اصلا ممکنه که سبکش با عشق ابدی فرق داره، اصلا وجود یه شوی مثل عشق ابدی که یه عالمه اتفاق داره میفته، همه اتنشنا داره میره اونجا، یعنی خیلی مثلا اینی هم که مثلا خیلی هم میگن که مثلا عشق ابدی یکم مثلا چند قسمتش مثلا 20 قسمتش در اومد تا اینکه مردم مثلا بیان ببینن این چیه، میدونی؟ آره من خودم تا آره قسمت فکر کنم 48م فکر کنم شده. آره فکر کنم مثلا همچین چیزی، یعنی خیلی به نظرم چیزای متفاوته که باعث این شده الان. بعد الان هم مثلا شما داره کامپیر میشه مثلا با عشق ابدی وسط سیزن 2، مثلا یه سیزن در اومده الان وسط سیزن 2 مثلا. خب آره الان ویو نسبت به اون چیز نیست، ولی فکر کنم مثلا بری با اول عشق ابدی یک ممکنه قبل از اینی که مثلا تازه ما الان 9 اپیزود اومده بیرون، میدونی درسته آره دقیقاً. اونقدر زیاد نیومده بیرون. بعد حالا بریم جلو ببینیم چی میشه دیگه، ولی کلا نمیتونم بگم که این دلیل دقیقاً این به خاطر این دلیل من فکر ولی کنم. حس آره میکنم اگر که کنن عشق ابدی پخش نمیشد من اگه کنم وجود نداشت نه ولی واقعا میگم احساس میکنم خیلی از آدم های ما عادت کردن به اون جو عشق ابدی و انقدر مثلا الکیه. من رو راستم واقعا عشق ابدی برای من خیلی الکیه، ولی ویلا اکسو چون خیلی واقعیه آدما مثلا آشنایی ندارن با اینکه مثلا آره اوکی اون الکیه، اون سناریو آره چینیه، همه این داستانا، این آره ریالیتی شو واقعیه، وقت میبره. نمیتونن هی مثلا چیزتون پوکتون کنن آره این کارو کنید که سریعتر بشه، روال نرمال آره داریم میریم جلو. ببین بعدم مثل هر، حالا حتی چیز ریالش هم بذاریم کنار، آدم مثلا سریال هم میبینه. مثلا تو وقتی یه سریال جدید رو میبینی مثلا یه چند اپیزود طول میکشه که تو تازه تو روالش بیفتی تا اینکه ببینی شخصیت ها اینا مثلا اینا این مدل این آدم این شکلیه، این آدم اون شکلیه، بعد قصه رو یه دفعه دستت بگیری، میدونی؟ اینم هست، یعنی فکر میکنم همین الانم که داره جلوتر میره یواش یواش کاراکترها دارن خودشون نشون میدن، میدونی؟ یه چیز دیگه هم که فکر میکنم هست و خیلی اصلا دلیلی که من ریچ اوت کردم یکیش به خاطر همین بود. احساس میکنم چون که آدما اونقدر نمیشناسنتون بیرون از آره ویلا آره و این چیز بدی نیست، صرفا فقط باید باهاتون آشنا بشن. میدونی چی میگم؟ اهم. باید اون نیلوفر رو بشناسن، شیدا رو بشناسن، باهاش آره ارتباط برقرار بکنن. بعد دیدن اون برنامه هم خیلی جذاب‌تر میشه. مثلا من خودم به آفرین خاطر اینکه آره ارتباط قبل از اینکه حتی باهات حرف بزنم چون یه حس خوبی گرفته بودم هی نگاه میکردم. الان آره دیگه مثلا یه جوری تعصبی نگاه میکنم. دیگه تعصب دارم، دیگه نمیتونم. دیگه اونجا دیگه تمام. خب آره. خب بچه‌ها فکر میکنن سوالشون سینماشون آها بچه‌ها من به خاطر اینکه دارم با نیلوفر جان صحبت میکنیم و مثلا مثل مصاحبه طور هستش، من کامنت ها رو زیاد نمیخونم، ولی سلام به همگی. بعد از اینکه سوالا رو سلام. جواب کردیم و اینا، هر وقت نیلوفر جان گفت دیگه خسته شدم سنا ولم کن میخوام برم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه میایم تو چت صحبت بکنیم، ولی الان فقط سوال جواب داریم چیز می‌کنیم. ولی سلام به تک تکتون، بوسم بهتون. سلام، مرسی که دارین تماشا میکنین. خب سوال اول، چرا به اندازه همه سوالا عشق ابدی چیزه، یعنی یه جوری میخوان وصلش کنن، چرا به اندازه عشق ابدی برای این برنامه تبلیغ نشد؟ اینم واقعا نمیتونم جواب بدم، من تو فکر آدمای پشت صحنه نیستم. آره نمیتونم. نمیدونم، یعنی فکر میکنم یه چیزی که به ما گفتن این بود که مثلا اون کسایی که تبلیغ میکردن مثلا نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم، مثلا آره مثلا نمیدونیم نه اوکیه. آره واقعا نمیدونم، بعد یه جوری با یه احساس آدمایی می‌کنم که پشت صحنه خودتون صحبت کنین. آره بچه‌ها زنگ بزنید لطفا آره پیگیری کنید. نه ولی من احساس میکنم که خودتون هم میتونید واسه خودتون تبلیغ کنید. همین مثلا آره یوتیوب درست کردن، حالا نه یعنی خب خیلی دیگه هستن صحبت کردن از مهم. زوایای متفاوت، شنیدن این برنامه رو خب 100% تبلیغ میشه مهم. دیگه.
و اهم. امیدوارم که بترکونه به زودی. خب من یکم سوالای خودمو بپرسم. یی! سوالای من دیگه اینقدر چیز شد. من یه سری از سوالامو خب بچه‌ها کردن که دیگه نمیپرسم. ولی دوست داشتم در مورد اون چیز بنیامین، اون صحنه آها. بنیامین که در اومد اون حرف رو زد در اهم. مورد مدیس، که من حتی تو لایوم در مورد اون موضوع صحبت کردم، حتی اون تیکه رو پلی کردم. اهم. آم، و بچه‌ها همه اینجوری بودن که بنیامین گفت مثلًا حجابش درست نیست یا مثلًا یا حالا هر چیز دیگه‌ای. آره. میخواستم ببینم شما که اونجا بودین توضیحات درست رو شنیدین، حالا هر چیزی یه توضیح بدین، چون من طرز که فکر چی من شد کلًا؟ چی شد کلًا و اوکی. واقعا منظور بنیامین چی بود و کلا اون اوکی. چیز رو. ببینین چیزی که ما اونجا، یعنی حالا اتفاقی که ما تا اونجا که ما فهمیدیم این اتفاق افتاد، اه، ببینیم ورود محمد رضا و مدیس کلا یه مدل ورود جنجالی بود. اهم. میدونی، یعنی مثلا دخترها رو بردن تو واینری، بعد محمد رضا وارد شد، ما هیچ کدوممون نمیدونستیم که قراره بیاد اونجا. بعد یه دفعه خود منم مثلا میمی جا خوردم که حالا این کی اومده چون ما باید باش حرف تو بزنیم. کی؟ تو از حالا کجا بعد از رابطم برای تو بگم تو کی هستی دیگه. دور شو. آفرین. یعنی بعد آدما هم ریاکشن های مختلف دارن، یعنی مثلا حالا اگه بگیم ورود محمد رضا 1 از 10 جنجالی بود، ورود مدیس مثلا 9 از 10 جنجالی بود. پسرا هم واقعا هیچ ایده‌ای نداشتن، یعنی مثلا فقط بهشون گفته بودن برو دم استخر، فکر می‌کردن که حالا میخوان دم استخر باشن و اینا. بعد یه دفعه مدیس ورود میکنه، حالا با بیکینی پوشیده یا هر چیزی، و مثلا بیشتر از بیکینی خب وایب هم هست دیگه، فقط لباس، فقط پوشش نیست، فقط حالا درست. اون مدل ورود و اینا اصلا یه حالتی بود که مثلا اوکی من اومدم اینجا که پاره کنم. پسرا رو بگیرم از دوست دختراشون، مثلا یه همچین انرژی رو 100%. با خودش داشت می آورد. اهم. که خب آدما ریاکشن های مختلف دارن، مثلا حتی ورود محمد رضا بعضی از دخترها مثلا چیزا میگه اوه پسر جدید چه باحال، مثلا ریاکشن من این بود که این چرا مثلا ما رو تو این امپاس گذاشتین که حالا ما باید با این آدم صحبت کنیم، مثلا من پارتنر دارم یا مثلا هر چیزی. مثلا حالا اهم. ریاکشن من این بود که حالا ساکت باشم. ریاکشن مثلا واسه پسرام همینطور بود، مثلا بعضیا مثلا رامبد و پوریا مثلا چیز بودن که اوه بیای آدم جدید چه باحال، مثلا احمد مثلا خودشو مثلا چیز کرد که اوکی من برم مثلا دنبلامو بزنم از بنده اینجا دور خدا کنم فقط خودم و داشت اصلا همینجوری توی نمیدونم چه گوشه اتفاقی داره وایساده بود. میفته. آره. بعد مثلا بنیامین هم فکر میکنم تو مثلا احساسی که داشت تو اینجا مثلا چیز بود که حالا من یه پارتنری دارم و این مثلا حالا آدم اومده و فکر میکنم مثلا هم احمد و هم بنیامین نمیدونستن، چون هیچ کدوممون نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته، نمیدونستن که مدیس یه آدم جدیده که یه مثلا شرکت کننده جدید ویلاست. اهم. ممکن بود مثلا فکر می‌کردن که اوه مثلا این یه آدمیه که مثلا آوردن که مثلا مثلا نمیدونم اذیت چند کنه ساعت اینجا چالش. باشه، مثلا نمیدونم یه حالت اینطوری که بعد قراره بره و مثلا نمیدونستن که قراره مثلا چه اتفاقی بیفته اینجا، مثلا مخصوصا اینی که خب حالا هفته قبلش لولا مثلا لپ دنس رفته واسه احمد و اینا، مثلا میگفتن هم نمیدونستن که مثلا بمیرم برات، چه یعنی چی همش، یعنی چه خودت چه پارتنرت همیشه توی آره شرایطای دقیقاً. وقتی. مثلا نمیدونستم و فکر میکنم مثلا بنیامین اونجا مثلا یه حالتی شده بود که من مثلا اگه قراره اینجا یه چیزی باشه که مثلا نمیدونم یکی قراره دوباره یه لپ دنسی بره یا یه اتفاق اینطوری قراره بیفته یا هر چیزی، کلا نمیخواست تو اون صحنه باشه. تو اون صحنه بازی اکسو هم اگه نگاه کنیم بنیامین کلا مثلا چیز نبود، خیلی خوشش نمیومد از اینجور چیزا، اهم. میدونی. درسته. بعد اینی که مثلا رفت و اینا، خب فکر کنم به خاطر همین گفت من اصلا دوست دارم نباشم اینجا، مثلا حالا من پارتنر دارم و کلا دوست ندارم تو اینجور صحنه باشم یا هر چی که فکر می‌کرد. یعنی فکر درسته. می‌کنم مدیسو ممکن بود با چشم اینی که این یه کانتستنت اومده، یه مثلا شرکت کننده است اومده ندید یا نگرفت اینا. حالا این بماند، ممکن بود این طرز فکرش بوده یا هر چیزی که به چشم من، حالا واقعا نمیدونم واقعا که به خودت چه به فکر چشم می‌کنی. منم همین بود واقعا و خب. آره، ولی بعد اونجا که اومد صحبت کنه راجع به این قضیه، به نظر من اصلا ممکن بود که صحبت نکنه بهتر بود، یعنی چون اصلا معلوم نبود، چون اومد گفت من نمیدونم دستم خیسه و فیس پامپ داد و رفت و اینا، اصلا
هیچ کسی هم چیزی فکری نکرد راجبش. ولی مثلا فکر کنم خواست بیاد مثلا چیز کنه که آره من مثلا از این ورود مثلا خوشم نیومد، یا مثلا احساس کردم که مثلا منو توی امپاس گذاشته، یا هر چیزی این مدلی خواست بیاد بگه. نتونست بیان کنه که واقعا چی بود، چی ناراحتش کرد، ولی خواست راجع به این صحبت کنه و بعد رفت رو اینی که نمیدونم پوشش این خانوم موجه نبوده و یه همچین چیزی برگشت گفت که واقعا هممون شوک شدیم از حرفش، که مثلا بعدم مثلا اون حرف اصلا معنی نداشت، چون که خب خودت هم اولا که تو آدمای دیگر با بیکینی دیدی، و دوم اینی که خب میگی من آدمی رو واسه اولین بار میبینم، خب اون مدیس هم واسه اولین بار داشت تو رو میدید، میدونی؟ یعنی واسه همین بحث رفت رو یه چیز دیگه، بحث رفت رو فکر کنم شما دوباره چیز شدی، نه من برگشتی. بحث رفت رو چیز پوشش زنان و نمیدونم، اصلا بحث رفت اینوری شد دیگه. و بعد اصلا هی فکر میکنم هر چقدر بنیامین سعی میکرد که صحبت کنه راجبش، هی بیشتر و بیشتر انگار خودش داشت میکند، چهار رو هی داشت بیشتر میکند و هی داشت میرفت بیشتر توش و اینا، که به نظر من این سخت بود. ولی خب بعضی از ماها هم میتونستیم بفهمیم، یعنی چون حالا نمیدونم چقدر توی دوربین یا مثلا تو چیزی که آدما بیننده ها دارن میبینن انرژی و وایب میاد تو، ولی ما اونجا یه انرژی و وایبی داشتیم میگرفتیم از مدیس که میتونستیم بفهمیم بنیامین منظورش چیه یا چی میخواد بگه، یا مثلا چرا این آدم مثلا حرف بعضی این بود که خب بقیه هم مثلا بیکینی پوشیدن، چرا مثلا الان تو با این مشکل داریم. ما میتونستیم از انرژی که از مدیس میگرفتیم بفهمیم که چرا بیکینی پوشیدن مدیس با بیکینی پوشیدن بقیه فرق داره، اینو میتونستیم بفهمیم. ولی دیگه خیلی چیز شد دیگه، رفت اون بحثا. بعدم دیگه بنیامین مثلا 2-3 بار، حالا واقعا هم سخته، فکر کن تو آدمی هستی با یه سنی مثلا چندین بار اومد جلو، حالا همشون هم نشون ندادن، یعنی مثلا فقط یه بار نشون دادن که مثلا اومده پایین ما همه نشستیم، مثلا اومده معذرت خواهی کنه، ولی واقعا میخوام بگم ما اون روز که اونجا بودیم 3 یا 4 بار متفاوت رفت به سمت مدیس که ازش معذرت خواهی کنه، و همیشه مدیس روشو میکرد اونور که من معذرت خواهیتون نمیخوام واسم ارزش نداره، نمیخوام. که اصلا خب این رفتار برای ما خیلی چیز بود که بابا حالا حتی نمیخوای باشم حرف بزنی، یه دونه قبول کنی دست بده بهش، بعد اصلا دیگه با حرف نزن. برگشتی. زود برگشتی. آره صدا رو داری دیگه؟ آره من اوکی. آره. من خودم میام نیلوفر جان، اصلا خیلی توجه خاصی نکن. آره ببین، آره کلا همچین چیزی بود. بعد مثلا اون شبی هم که مثلا همه چیز شده بودن، مثلا هی بیشتر و بیشتر داغش میکردن قضیه رو، خود من اصلا خوشم نمیومد از اون صحنه، چون میگفتم حالا این آدم هر اشتباهی کرده، اگه واقعا میخواین که این آدم طرز فکرش رو عوض کنه، از این مدل عوض نمیشه. واقعا باید بشینی باهاش صحبت کنی، درکش کنی، ببینین چرا می‌خواسته، این منظورش واقعا چی بوده، گوش بدی بهش، بعد از اون راه میتونین. اگر هم که نمیخوای، فکر می‌کنی این آدم کلا برات کنسله، که آریانا هم همین حرفی رو زد، گفت این آدم اگه برات کنسله، تو ذهنت کنسل باشه دیگه، ولش کن، انقدر اینو دیگ نکن تو این قضیه. که فکر می‌کنم بنیامین هم واقعا مثلا حس خوبی نداشت و بعد مثلا احساس کرد که داره طرد میشه و رفت تو اتاق و اینا، که من مثلا چیز بودم که خب حالا بیچاره حالا یه غذا بخوره، یا مثلا احساس نکنه که همه ما تو ویلا مثلا دشمنش شدیم یا هر چیزی، میدونی، چون واقعا اونجا یه حس خوبی نیست. مثلا تو اونجا زندگی میکنی، نمیتونی هم از اونجا بری بیرون، بعد احساس کنی که همه هم از تو بدشون میاد. خب این اصلا حس قشنگی نیست دیگه. من از لحاظ یک بیننده، من چیزی که برداشت کردم و میگم چون که من همیشه برداشتم از خیلی چیز عجیب غریبه، همیشه از یه چیز نگاه نمی‌کنم، از یه زاویه حالا نگاه نمی‌کنم یا چیزی، من اینطوری بودم که خب آره خودش تو استخر بود، خودش مایو پوشیده بود، ولی خب یه حسی بود که خب ما همه پسریم. خب بعد اونشون مثلا ورود کردن، خب من واقعا نمیدونم، خب به نظر من یه جورایی میخواست احترام بذاره به پارتنرش، حالا به قول شما هر اتفاقی که شاید بیفته نمیخواست حضور داشته باشه. و خب واسش مثلا اینطوری بود که خب همه دخترها رفتن، یه دختر با مایه اومده، اینکه پوششش بد بود خب مسلما بد نبود. کنار استخر آدم مایو میپوشه و همتون هم مایو پوشیده بودین. احساس میکنم اون ریاکشنه بود که الان مثلا چی میشه، و داشت اینو توضیح میداد و متاسفانه وقتی داشت توضیح میداد نتونست درست توضیح بده. و اصلا اون گارد
به نظر من اصلا منظورش این نبود که پوشش مدیست. بعد آفرین، آره. چرا انقدر ادامه داشت این موضوع؟ یعنی من توی هر سین این آره، موضوع داشت تو ادامه حرف داشت. زده. خب آره. بسه دیگه. آره، آره، اینم ببین خود منم همین سوال برام پیش اومد. حالا نمیدونم شما هستی اوکی. این همون توی اون جای بازی این سوال برای منم پیش اومد که واقعا حالا چرا حالا این یه اتفاقی افتاده یا اصلا تو میخوای از بنیامین بدت بیاد دیگه، اصلا ول کن قضیه رو دیگه، بسه. میدونی اینو خود منم نمیفهمیدم و این برام ناراحت کننده بود. ولی حالا بازی جلوتر رفت، واسه من یکم روشن‌تر شد که واسه بعضی از بچه‌ها این مثلا حالت استراتژی بود که مثلا یه نفر رو پیک کنن و مثلا روش چیز انقدر روش مثلا بگن که او این آدم مثلا این مدلی تیمو بر علیه یه نفر جمع کنن که بعد بتونن مثلا به اون طرف اونو رأی بدن. شکستن. این مثلا یه چیزی بود که بعدها من دیدم که مثلا دوباره اتفاق افتاد و مثلا یه حالتی بود من که خیلی اعصابم آره، خورد میشه اینطوری. یعنی من آره، اینطوریم که نکنید. بعد می‌دونی آره، متاسفانه چطوریه؟ وقتی که این اتفاق پیش میاد، مردم، بیننده‌ها طبق فقط اون چیزی که شاید مثلا میگم مدیس رو دوست دارن، حتی اهم، اگر مدیس داره اشتباه میکنه باز میگن نه. یعنی آره، همون قاطعیت رو مثلا میارن که آره نه کار مثلا بنیامین اشتباه بود در مورد پوشش، مثلا مگه اونجا آزادی نیست آره، البل. آره، ولی با اینکه یه دقیقه اگر که تمرکز کنید، آروم باشین، می‌بینید که اونقدرم بزرگ نبود، بزرگش آره، کردن. آفرین، آره، و اینو آره. خیلی حالا رو اعصاب من خواهد رفت آره مطمئنم. ببین، یعنی میخوام بگم من اونجا هی مثلا حالا واسه خودم مثلا ناراحت بودم و بال میزدم یا هر چیزی که میگفتم اوکی مثلا، یعنی چون واقعا فکر میکردم که قصد بچه‌ها اینه که بخوان با بنیامین صحبت کنن و مثلا طرز فکرش رو عوض کنن. بعد هی میگفتم این مدلش نیست، اگه میخواین این هدفتونه این مدلش نیست. باشه. ولی بعدن برام روشن شد که بچه‌هایی که داشتن این کارو میکردن ممکنه یه هدفهای دیگه‌ای داشتن یا یعنی اصلا شاید بدونن هدفشون حرف شما هم درسته آره. ها، ولی باز هم میخوان اون کارو بکنن، یعنی میخوام مهم ببین به خاطر نیست. اینه که اگه اونا ببین یعنی مدل طرز فکر اینطوری بود که اگه من بیام الان با مثلا بنیامین صاف شم یا مثلا من بیام مثلا سعی کنم حل کنم مشکلم با بنیامین، من دیگه دلیلی ندارم که به بنیامین بتونم رأی بدم. یعنی یه همچین فکری بود که بعداً من دیدم درسته. که بیشتر و بیشترم با آدمای متفاوت اتفاق افتاد. اتفاق افتاد. آره. ام، آیا اونجا کسی آره خب من چرا جواب میدم. آیا اونجا کسی از قبل همدیگه رو میشناخت؟ فکر میکنم بچه‌های ونکوور مثلا لولا و رامبد و فکر کنم ترانه هم مثلا یه آشنایی کمی با رامبد داشت. اون بچه‌ها همدیگه رو فکر کنم مثلا فکر نکنم از نزدیک، مثلا یه حالتی بستی که نبودن آره، ولی مثلا خب در حدی که مثلا تو اینستاگرام می‌دیدن همدیگه رو یا مثلا میدونستن وجود ممکنه دارن. آره، یا مثلا ممکن بود یه دوست مشترک داشتن یا در همین حد. من که کاملا بیخبر از همه، من هیچکی رو نمیشناختم رفتم اونجا. آره. خیلی خوبه. من یه سوال دیگه داشتم، بچه‌هام جالب بود گفتن سنا کلا یه سوالش رو تا الان پرسیده. ام، اینو کوچیک ازت پرسیدم که آیا در موردش حرف بزنیم یا نزنیم، میتونی حرف بزنی. در مورد رامبد و ترانه إمم. چی میتونی به ما بگی؟ چون که خب اینو متوجه شدیم که یه سری آره، حس‌های ناخوش بینشون آره. داره رد و بدل میشه. ببین چیزی که دقیقاً چه اتفاقی بینشون میفته رو نمیتونم واسط توضیح بدم، مسلما چون که این یه اتفاقیه تو برنامه میفته و من الان راجعش صحبت کنم اسپویلر اسپویل میشه. میشه. ولی تا الان معلومه که یه اتفاقی بینشون افتاده و رابطه‌ای که بینشون هست الان خیلی خوب نیست، خیلی قشنگ اهم. نیست. اه، یعنی الان توی در حال حاضر، یعنی الان که داره اپیزود 9 پخش شد، آیا اون حس‌ها به وجود اومده و ما فقط نمی‌بینیم و قراره ببینیم یا هنوز به وجود نیومده؟ نه، من فکر میکنم تا الان رابطه توی اپیزود 9 رابطه رامبد و ترانه هنوز خوبه. اوکی. یعنی من فکر نمی‌کنم، یعنی تو اینجا تا اینجای بازی
اتفاق خاصی بینشون نیفتاده. فقط اینی که خب دوتایشون چیز کردن که ما مثلا بیشتر دوست داریم رفاقتی باشیم، نمیدونم از کاپلی جدا شدن از هم، بعد ولی مثلا مشکلی هم نداشتن، یعنی مثلا با خوبی و خوشی جدا شدن از هم و رامبد رفت به سمت لولا و مدیس. حالا ترانه هم الان داره با محمد رضا صحبت میکنه دیگه. تو تا اینجای بازی همه چی اوکی بوده. اتفاقایی که قراره بیفته بعدن چیزه ربط میشه به اینی که الان رابطهشون خیلی خوب نیست. آره دیگه کلا میدونی خب آدم دوست نداره همچین چیزایی رو ببینه. مثلا به نظرم آره فحش و دعوا و اینا بین دو آدمی که تو خودت مثلا دوست داری که مثلا دوست باشن با هم و اینا خیلی جذاب نیست جالب دیگه. نیست. آره. آره. یک نادیا جان پرسیده میشه راجع به استوریای رامبد بپرسم. توی استوریاش خیلی از اذیت و آزار بقیه نسبت به خودش میناله و الفاظ زشت گاهی به کار میبره که اینم کامدی رو صحبت کرد. آره من خیلی استوریای رامبد رو زیاد فالو نمی‌کنم. خوب کار حالا میکنی. آره ولی ببین یه جوری بگم واقعا بخوام یه سامری بدم، حالا دیشب در مورد یه سری چیزا خودمون حرف زدیم و ولی آره کلا فحش میده. بعد فحشای آره رکیک میده، یعنی اینجوری نیستش که آره مثلا فلانی نه. ببین رامبد خودش توی فکر میکنم تو اون اینترویو اولش که فکر میکنم تو اپیزود 0 رو تو تیزر و اینا بود صحبت میکنه، میگه من آدم خیلی مهربون و خوشقلب و مثلا آدمی هم که واقعا از ته وجودم دوست دارم و اینا، ولی اگرم بخوام با یه کسی بد باشم میتونم خیلی با اون طرف بد باشم، یعنی میتونم مثلا هر چقدر اون پایین میره من میتونم پایین تر برم و من فکر میکنم این واقعا یه دیسکریپشن درسته از شخصیت رامبد. یعنی چیزی که من تو ویلا دیدم واقعا پسر مهربونی بود، واقعا باحال بود. یعنی من خودم شخصا باهاش خیلی حال میکردم، یعنی مثلا خیلی جاها مثلا میگفت میخندید و واقعا مثلا یه مهربونی رو تو وجودش میدیدم که اصلا مثلا از ته قلبش دوست داره واقعا آدم‌ها رو. اینا رو میدیدم و دوست داشتم که مثلا میتونستم مثلا دوست بمونم باهاش، یعنی دوست داشتم این رو. ولی اون تیکه چیزش که مثلا من اگه اون احساس وری کنم میشد. آره مثلا اون تیکه اون ورش که میشد. ببین آدما حتی اگه مثلا با کسی هم بد باشن به هر دلیلی یا ناراحت بشن یا هر چیزی، ممکنه یه حدایی رو واسه خودشون واسه شأن خودشون رد نکنن. مثلا بگم من اصلا هیچ وقت یه همچین کاری رو نمیکنم یا ددلاین همچین داشته حرفی رو باشی. نمیزنم، یا مثلا به نظر من رامبد این تیکه رو نداره. یعنی ممکنه یه حرفایی بزنه که واقعا رکیکه، واقعا یعنی اون حد قرمزا و حدایی که آره نباید رد کنی رو رد رد میکنه. میکنه و این یه ذره به نظر من آدمیش میکنه که ارتباط و نزدیکی باهاش سخته، چون تو ممکنه با هر کسی دوست باشی اتفاقی بیفته، کاری بکنه که مثلا تو رو برنجونه یا اصلا دوستیتون به هم بخوره، اصلا بگین که ما دیگه نمیخوایم، دعوا کنین یا هر چیزی. ولی تو وقتی احساس کنی که من اگه به این آدم توی تایم دوستیم برگشتم یه مثلا چیزایی رو گفتم، مثلا یه درددلی باش کردم، مثلا دل خودم باز کردم به این آدم و بعد اون توی لحظه‌ای که ما با هم بدیم داره از این چیزایی که من تو تایم دوستی بهش گفتم سوء استفاده میکنه که منو زمین بزنه یا مثلا به من فحش بده یا هر چیزی، خب تو میگی اوکی من این آدم واسه من سیف نیست، این آدم امنی نیست که من بخوام باهاش نزدیک شم. واسه سوء همین استفاده میکنن دیگه از آره و مثلا واقعا من چیزم، یعنی مثلا اونجوری نمیتونم بگم که من از رامبد بدم میاد و متنفرم، چون واقعا خوبیای توشو میبینم، ولی سخته دیگه. یعنی ای کاش این مدلی نبود، ای کاش این کارو نمیکرد. اگه این کارو رو نمیکرد میشد خیلی راحت تر آدم باش دوست بمونه. دوست داشتم. من حالا آره. خودم به شخص دوست دارم که با رامبد یه بار صحبت کنم. اهم. به خاطر که اوایل برنامه اینطوری بودم که یعنی اپیزود اول بود فکر کنم، یعنی از همون آره. اپیزود اول رامبد جان فحشو داد. یعنی اون وسط گفتم چرا آره. یهو انقدر آره، چیز هم آره. وقتی که وایساده بودیم توی چیز یادمه، آره آره. که من خودم یهو اینجوری شدم که بعد یه گارد کوچیک گرفتم خودم روی رامبد اهم. که اینطوری بودم که چرا انقدر بی‌پرده، یکم خب درسته حالا آره. خودتون باشید ولی خب یه کوچولو آره. چیز کنید.
بعد یکم بیشتر ازش خوشم اومد چون که داشت توضیح میداد که در مورد IQ و EQش که داشت صحبت میکرد. خب آره، این شخصیت‌ها خب خیلی مهمه، اینو خیلی آره. تعیین میکنه که آدم چه شخصیتی شاید داشته باشه یا هر چیزی. و إمم. یکم بیشتر دیدم که خب نه خوشم اومد ازش. بعد توی دنیای واقعی مثلا استوریاشو اینا رو دیدم، مثلا فوش اینا، الان توی حس دوگانگی‌ام، نمیدونم آره. خوشم بیاد ازش، دوستش نداشته باشم، ببین نقدش آره، کنم، یکم آره. بیشتر منم وایسم. دقیقا همین حسو، یعنی منم که مثلا اونجا باهاش بودم و زندگی میکردم دقیقا همین حسو دارم. از یه طرف واقعا دوستش دارم، از یه طرفم واقعا نمیتونم حرفا و کارهایی که بزنه رو توجیه بپذیرم. کنم و اصلا بگم اوکی این مثلا واقعا مثلا حرفایی که به ترانه زد خیلی بد و اصلا خیلی غیر قابل قبول بود. یعنی تو حتی هر رابطه‌ای با ترانه داری یا با هر کسی داری، اون طرز صحبت اصلا درست نیست، میدونی. بعد سخته دیگه، آدمو دقیقاً توی دوگانگی میذاره که من نمیدونم تکلیفم با این آدم چیه. ای کاش تکلیفم که باهات چیه؟ آره ای کاش. و ببین سایدای خوبش واقعا انقدر خوبه که من ای کاش این تیکه رو نداشت که میتونستم با راحتی باهاش دوست باشم، میدونی. البته خب همه یه آره، خوبی‌ها و بدیایی آره، دارن، ولی خب یه کمی سخت میشه وقتی که آره، بدیه یه کوچولو بیشتر میشه یا حتی مساوی باشه، چون دیگه آره. دقیقاً فکر کنم ببین حالت آخه بعدیش یه حالت غیر امن به آدم میده که مثلا تو همیشه نگران اینی که خب این الان میتونه یهو کاملا ریاکشن یه ضربه خیلی بد به من بزنه. خب واسه همین من نمیتونم از حرفام بهت بگم، نمیتونم درد دل کنم باد، نمیتونم مثلا خیلی بهت نزدیک شم. خب همه اینا باعث میشه چون که اون معلوم نیست کی آره، تو مثلا قراره من بهم بعدم مثلا بزنی. من نمیدونم تو ممکنه یه لحظه از من ناراحت چی، دیگه هیچ خط قرمزی نداری، میدونی. خب این چیز نیست دیگه، این واقعا چی میگن، یعنی اون امنیت دوستانه رو به آدم نمیده. هر نمیده. چقدر آدم محبت کنه، هر چقدر خوب باشه، همه اینا رو اون یه ذره سخت میکنه برنامه رو دیگه. سوال بعد این بود که خب حالا کی حذف میشه قسمت دیگه اینو باید خودتون ببینین دیگه. من گفتم نمیتونم نگاه بگم. کن یه آره امتحان کنم همینجوریه. خب دیگه حالا کی هست میشه. نه حالا کی حذف میشه حالا که دور همیم. نه حالا 2-3 روز دیگه میبینین دیگه، اپیزود 10 فکر آره، میکنم دیگه واقعا بالاخره دارم حذفیه. آره، لحظه شماری میکنم و آره. اینطوری هم که واقعا بکنم آبگوره بگیرم، آبگوره رو بغل کنم. یعنی اگر رامبد حذف بشه واقعا ناراحت میشم آره. که میگم رامبد نه ببخشید بنیامین ببخشید. آره، و آره. خب یعنی احساس میکنم به اون سمتی داره میره، میدونم چیزی نمیشه، من دارم پیش بینی هایی که حالا پیش احساس بینی میکنم شخصی. آره، آره شخصیه، چون واقعا یعنی من و خودتونم در مورد این موضوع اصلا هیچ صحبتی صحبت نکردیم. من نکردیم. احساس آره. میکنم داره اون سمتی میره، ولی اصلا نمیدونم اینو میخواستم بپرسم، نمیدونم بتونین جواب بدین نه. پروسه حذف کردن چی جوریه توی ویلا اکسو؟ ببین پروسه حذف کردن یه چیزی بود که واسه خود ما هم هی مثلا مفهوم و روشن نبود. اهم. یعنی واقعا یکی از استراتژی‌هایی که تو بازی انجام میدادن این بود که به خود ما خیلی نمیگفتن دارن چی کار میکنن و چی فکر میکنن. من اهم. فکر میکنم اینو عمدن میکردن که مثلا ما تو یه جاهایی بیایم مثلا ندونیم چه اتفاق، مثلا اون اهم. ریاکشنامون مثلا ریل تایم باشه، مثلا واقعی باشه. ندونیم یا مثلا نتونیم مثلا نقشه بچینیم یا مثلا یه چیزای اهم. اینطوری. خب خیلی به ما نمیگفتن. و پروسه رأیگیری هم هی عوض میشد. یعنی مثلا ما اگه مثلا می‌دیدیم رأیگیری 1 این مدلی بود، رأیگیری 2 یه مدل دیگه بود. ما نمیتونستیم از مثلا استراتژی که تو رأیگیری 1 استفاده کردیم دوباره تو رأیگیری 2 استفاده کنیم. یه همچین چیزی بود، واسه همین سخت بود. ولی کلا مثلا چیزی که همیشه موندگار بود این بود که ما خودمون همیشه رأی میدادیم. یعنی هر کی باید، همه تو گروه میشستیم و مثلا همه باید رأیاشون رو توی گروه بیان میکردن که من به این شخص میخوام رأی بدم به خاطر این و این و این و این، و اونجوری آدما رأی میدادن و حذف مثل اتفاق همون می‌افتاد. مثل توی اوکی متوجه شدم. ولی مثلا اتاق اکسو چیز بود، پرایوت بود. یعنی مثلا تو شخصی میرفتی تو اتاق اکسو تو به یک کسی میدادی، ممکن بود اون آدمو هیچکی نفهمه تو به کی اکسو تو دادی. ولی اهم. واسه رأی گیری مثلا یه حالتی بود که ما همه میشستیم، مثلا اون شخصی هم که تو داری بهش رأی میدی اونجا نشسته، تو داره میشنوه که تو داری بهش رأی میدی. یعنی همچین اوه! چیزی بود، میدونی. متوجهم. اوکی. آره.
ولی خب یعنی اوکی متوجهم. منم حس آره. کردم گفتم چون بخاطر اینکه نمیدونم پروسش چطوریه، آدمم نمیتونه خیلی پیش بینی کنه مثلا خب آره. مثلا ببین توی و این آره ببخشید بگو. نه، نه، نه ادامه بده عزیزم. میخواستم بگم یعنی این اتفاق واسه خود ما هم میافتاد، یعنی مثلا ما رأیگیری یک اتفاق میافتاد بعد میگفتیم اوکی رأیگیری اینطوریه پس ما رأیگیری 2 رو این مدلی بچینیم، بعد اهم. میومدیم بعد می‌دیدیم رأیگیری 2 عوض میشد، بعد میگفتیم اوه إمم. پس ما نمیتونیم از مدلی که تو رأیگیری 1 استفاده کردیم تو رأیگیری 2 هم آره یعنی دیگه من بعد اون لحظه باید مثلا تصمیم میدونی. بگیریم. آره یعنی یه جورایی سخت بود، یعنی نمیشد اونجوری نقشه بچینیم نقشه اونطوری که مثلا آره می‌خواستیم. اونجایی که دوست داشتیم بره جلو آره نرفت جلو. نقشه‌هامون رو هی چیز می‌زدن، هی خراب می‌کردن. خراب آره. می‌کردن متوجهم. آره. چقدر دیگه وقت داری نیلوفر جان؟ من هستم حالا نمیدونم آره چقدر دیگه من سوال داری؟ نه من میخواستم که اگر که میخوایم بریم صدام بک خورد. نه صدام خب بود؟ آره مگه داری چی میشه؟ داری نه اوکی میخواستم مثلا بگم نظرتو در مورد هر نفر به من بگو. باش خب باش. خب از احمد شروع می‌کنیم. آره به نظرم احمد یکی از بهترین بازیکن‌های تو ویلاست، إمم. یعنی مثلا خیلی آرومه، خیلی مثلا هم آدم مهربون و محبوبیه، هم میدونه داره چی کار میکنه دیگه. حالا فقط در همین حد بگم آره، ولی یکی از به نظرم قوی ترین بازیکن‌های ویلاست. آره همین آره. تمام شد. پوریا. پول عالی بود ریاکشن اصلا خستش اصلا نیلوفر بعد از اسم 2 خسته شده احساس میکنم. نه ببین واقعا برام سخته چون پوریا توی ویلا برای من شخصیت خیلی جذابی نبود، یعنی مثلا رفتاراش و کاراش و اینا رو خیلی خوشم نمیومد، یعنی مثلا فکر میکردم که مثلا نمیدونم مثلا ممکنه مثلا اعتماد به نفسش اونقدر بالا نیست، یا مثلا مدلی که رفتار میکنه رو مثلا خیلی مثلا جذاب نبود، مثلا اینکه هر دختری میاد میخواد بره سمتش، یا مثلا همچین مدلی که داشت. رابطهش با آریانا به نظرم خیلی مثلا اون احترامی که باید میذاشت و به نظرم نمیذاشت، واسه همین تو ویلا خیلی نگاه مثبتی بهش نداشتم. الان که دارم میبینم شورو انگار دارم یه ساید دیگه ای ازش هم میبینم که مثلا واقعا مثلا وفادار به دوستاش، واقعا مثلا یه مهربونی خاص خودشو داره، ساده است، مثلا این سادگی رو خود منم آدم ساده ایم، واسه همین میتونم درک کنم که یه آدمی به خاطر سادگیش بیاد یه کارایی یه حرفایی بزنه که بعد مثلا منفور دیده بشه، میدونی اینو میتونم درک کنم. بعدم مثلا میبینم آدمی که تقریبا راجع به کسی بد حرف نمیزنه پشت سر، مثلا همش داره سعی میکنه با آدما جو بده. تیکه‌های خوبشو دارم میبینم، ولی نظر شخصی خودم تو تایمی که تو ویلا بود خیلی مثبت نبود. پوریاس در مورد بنیامین من فکر میکنم صدام داره بک میخوره درسته؟ واسه من نه، ولی حالا نمیدونم شاید واسه من خودت اینطوره. خودم دارم صدای خودم رو میشنوم بچه لطفا بهم بگین. فکر کنم الان اوکی شد. نمیدونم. آره اوکی ایده‌ای هست. ندارم. دیدم که در مورد بنیامین هی داشت چیز میکرد. آره دنده میداد مثلا هی مثلا میگفت آره اصلا ببین فکر میکنم بیشتر جوگیره تا هر چیز دیگه، یعنی من فکر نمیکنم مثلا اون شخصیتی بود که داشت مثلا لید میکرد، مثلا که شخصیتی نبود که با سیاست داره یه کاری میکنه، مثلا تو تاب یه چیزی بلند شده بود باهاشو داشت میرفت دیگه، که حالا نظر منی همچین چیزی بود، باید بریم به جلو ببینیم چی بود، ولی نظراتی که تو راجبه تو ویلا داشتم خیلی مثبت نبودن. آره آره حس کردم. آره. بچه من نمیدونم ولی صدام بک میده مسکه، ولی خب دیگه نمیدونم چیکارش کنم. نفر بعدی بنیامین. آره بنیامین به نظرم آدم چیزیه، یعنی آدمی که مثلا تو شخصیتش چیز زیاده، یعنی مثلا فکر کنم آدم راحتی نیست که آدما باش
زندگی کنن. یعنی مثلا خیلی میدونی آدمی ببین هم یه سخته. کسی آدم سختیه، یعنی آدم زندگی با بنیامین راحت نیست. یعنی آدمی نیست که مثلا اگه بگی زندگی با احمد خیلی راحته، زندگی با بنیامین راحت نیست. یعنی مثلا یه آدمیه که روتینای خودشو داره، چیزای فکرای خاص خودشو داره، یعنی مثلا دوست داره چیزا اون مدلی که دلش میخواد جلو بره همیشه. بعدم خیلی با اینی که تو خود بعدم ببینی یا کسی که خب یه فالوینگ زیادی داره، خودش مثلا خود زندگی خودشو به یه جایی رسونده، یه جایگاهی برای خودش داره و اینا، و خیلی هم زندگی مثلا تنهاییه، مثلا تنها سفر میکنه، تنها مستند میسازه، یعنی همش توی ذهنیت خودشه. من فکر کنم آدمایی که انقدر مثلا درونگران و انقدر با ذهن خودشون و تو عالم خودشونن و اینا، یه ذره اون ماسل مثلا مایچه اجتماعیشون که بتونن با بقیه تو مثلا چیزهای مختلف اینتراکت کنن، ارتباط بگیرن، ضعیف‌تره. یعنی من فکر میکنم مثلا من فکر نمیکنم بنیامین آدم بد، مثلا فکر میکنم خوشقلبه، فکر میکنم مهربونی خودشو داره، فکر میکنم خیلی فهمیده است، دنیا دیده است، خیلی چیزای مثبت داره، ولی توی وجه اجتماعی خیلی قوی نیست. یعنی مثلا سوشال سکیل نداره اونقدر و مثلا اون سوشال سکیلش به اون سنش خیلی مچ نیست و ممکنه به خاطر اینکه تجرباتی که با مثلا آدمای متفاوت بخواد بسازه و مثلا چیز کنه رو به اون شکل نداشته. آره مثلا همین مثلا اون سیاستایی که باید توی جمع چه چیزی رفتار کنی، چه صحبتایی رو بگی، چه چیزایی رو نگی، اینجور چیزا رو خیلی توش قوی نیست. سوشال اسکیلش پایین بوده. آره فکر کنم. آره رامبودو گفتی، ولی خب آره. رامبودم اگه دوست داری یه کلمه آره همین به نظرم این کاراکتر دوگانه خیلی درسته راجبش. نه درست، این دسکریپشن درستیه راجبش که هم میتونه خیلی مهربون باشه و اون باحال باشه، فان باشه و مثلا واقعا دوستی باشه که تو مثلا حال میکنی باهاش، هم میتونه وقتی باهاش بد بیفته واقعا یه آدمی باشه که خیلی بده و این دوگانگی رو داره دیگه. درسته. محمد رضا درست گفتم؟ آره محمد رضا. آره محمد رضا پسر خوبی بود تا جایی که من باش مثلا تو ویلا چیز بودم. یعنی کاراکتر مثلا مهربونه، نایس، آرومه. به نظرم شخصیتیه که یه ذره چه میگن بسته است، یعنی مثلا خیلی اینی که خودشو بخواد مثلا برون بده و اینا رو نداره که من ریلیت میکنم. منم یه جورایی مدلی ام، خیلی مثلا ریاکشن های اوور د تاپ ندارم و اینا، میتونم ریلیت کنم. و یکم هم شخصیتیه که خیلی اوورثینکش زیاده دیگه، مثلا فکر کنم خیلی مثلا خودشو میخوره تو ذهن خودش، مثلا نگران یه چیزاییه، مثلا یه شخصیت مثلا ممکنه نگران و اضطرابی مثلا اینطوری داشته باشه. آره ولی خوب آدم خوبیه، یعنی مثلا من باش هیچ مثلا به نظر نمیاد که مثلا آدم بدی بود. آره فعلا با پوریا فقط حال نکردیم. آخه ببین مثلا یه حالتاش واقعا خیلی مثلا آره مثلا یه چیزایش از اونایی بود که خیلی مثلا تو مخ بود. آفرین، مثلا یه ادعاهایی داشت، یه چیزایی میمد و هی مثلا خوشو مینداخت وسط همه چیز که تو میگفتی تو رو خدا فقط بسته پوریا. ولی مثلا واقعا الان که دارم میبینم مثلا شورو، به نظرم نمیاد که مثلا اونقدری که من تو اونجا میومد ازش الان اونقدر بدم نمیاد ازش. یعنی الان میفهمم که مثلا یه سادگیایی داره، یه مهربونیای خودشو داره. یعنی جالبی دیدن برنامه هم اینه دیگه که مثلا ما اونجا چون یه کسای مقابل ما وای میستادن، تو ممکن بود با یه نفر مثلا بگی این بدترین آدم دنیا این نفره، این مثلا فلانه، ولی بعد مثلا الان که داری از بیرون میبینی و یه صحنه‌های دیگه از اون آدم میبینی هیچکی اونقدر خوب و بد، هیچکی اونایی که من فکر می‌کنم اونقدر خوبن اونقدر خوب نیستن، اونایی که فکر می‌کنم اونقدر بدن هم اونقدر بد نیستن. همه یه حالت حد وسطن که واقعا آدمای با عادی واقعی هم اینطوری ان دیگه. رفتی هستی پسر رامبد رو گفتیم، بنیامین رو گفتیم، احمد رو گفتیم، پوریا رو گفتیم، محمد رضا رو گفتیم. آره خب دخترها از قزل.
وای ریاکشن عالی. تنها چیزی که راجع به غزل میگم اینه که نگاش کنین. نگاش کن ببینین داره چیکار، کاراشو زیر نظر داشته باشین، فقط نگاش کنین. آره خب من الان شاخک‌هام اینطوری شده. آره فقط زیر نظر داشته باشین که چیکار میکنه، با کیا حرف میزنه، چه مدلی رو برخورد میکنه، اینا رو زیر نظر داشته باشین دیگه. تمام نگاش کنین. اوکی. آره. شیدا خیلی ماهه، یعنی خیلی دختر ماهیه، خیلی دختر آروم و واقعا از قلب مهربون و خوشبین و مثلا دختریه که مثلا همش آره یعنی یکی از واقعا شخصیتایی که من خیلی دوستش دارم. واقعا مهربونه و یه چیزی که اصلا تو چیز معلوم نیست، تو شو معلوم نیست، ولی مثلا خود ما میدیدیم این بود که ببین کلا آدم مثلا ممکنه ساکت و درونگرایی که تو فکر میکنی که اوه مثلا چقدر آدم ساکتی و فلان، ولی واقعا بامزه است. یعنی یه تایمایی میاد یه حرفایی میزنه که اصلا تو میگی شیدا این از ذهن تو اومد، چقدر مثلا یعنی یه چیزای خنده‌دار باحال و طنز داره که خیلی تو شو معلوم نیست، ولی تو مثلا وقتی باهاش ذره بیشتر دوست میشی این میاد بیرون و اصلا واقعا یه دختر خیلی باحالیه. من خیلی دوستش دارم. آره. ترانه‌ام خیلی دوستش دارم، یعنی فکر میکنم مثلا از اون آدماست که کلا خیلی هم قویه، هم خیلی مثلا سلف کانفیدنس بالا داره، هم اعتماد به نفس بالا، هم اینی که کلا خیلی رک و رو راسته. یعنی مثلا تو یعنی نمیترسه از اینی که حرف بزنه، یا مثلا نمیترسه از اینی که مثلا تنش به وجود بیاره، یا مثلا بگه چه میدونم من الان از تو ناراحتم، یا من مثلا از این حرفت خوشم نیومد، یا هر چیزی. نظرات خودش رو خیلی راحت بیان میکنه. به نظرم این ممکنه واسه بعضیا مثلا چیز باشه که این چقدر مثلا تنش درست میکنه، یا چقدر مثلا اینجوری حرف میزنه، یا مثلا بعضی ممکنه از این خوششون نیاد. خود من شخصا واقعا دوست دارم این رفتار ترانه رو، به خاطر اینی که احساس میکنم کلا میدونم با این آدم چندم، یعنی قشنگ میدونم که مثلا چه باام خوبه باام بده، نمیدونم هر چی هست، واقعا احساس میکنم که خودشه، میدونی خودشه و خود واقعیش همش داره نشون میده. و مثلا اگه بهت یه چیزی میده هیچ چیز زیرزیرکی پشت ذهنش نداره که داره یه نقشه‌ای میکشه، داره یه کاری میکنه. واسه همین آره و خیلی این آدم مهربونه، یعنی واقعا بگم مثلا یکی از بزرگترین مهربون ترین قلبایی که من تو عمرم دیدم و ترانه داره، واقعا خیلی مهربونه. آره خیلی عالی. آریانا هم فکر میکنم گفتم آره، ولی همین دوباره میگم دیگه، واقعا به نظر من یکی از زیباترین آدمایی که تو عمرم دیدم، خیلی خوشگله و اصلا حالا خوشگلیش به کنار، واقعا واسه من اینی که انقدر این آدم هم فهمیده است، هم مثلا درک و شورش، هم مهربونیش، هم اصلا همه چیه این آدم یه پکیجیه که واقعا اصلا آدم میگه چجوری همچین چیز یه همچین کسی چجوری وجود داره، یعنی موجود بی‌نظیر. آفرین یعنی واقعا یعنی پرفکت، یه آدم پرفکت. خیلی خیلی من یعنی مطمئنم که خیلی خوشحال میشه از این چیزایی که بشنوه. ترمه جان. ترمم خیلی ببین واقعا مثلا اینی که ترمه مجری این برنامه است، من خیلی ازش خوشحالم. یعنی مثلا وایب برنامه رو نشون میده، چون واقعا ترمه یه آدم با کلاس، نچرال، با هوش و فهم، یعنی مثلا یعنی کاملا این به نظر من یه چیزیه که مثلا اگه ترمه بخواد رپرزنتیتیو این برنامه باشه، من خوشحالم که مثلا تو این برنامه. اوکی خیلی من خودم هم یه وایب خیلی خوبی از ترمه آره خیلی مثبت، خیلی مهربون، آفرین، با اصالت و مثلا واقعا یه آدمی که کاملا خودشو، کاملا نچرال و آره من خیلی ترمه رو دوست دارم. تو چت دیدم بچه‌ها گفته بودن که بدون آرایش خیلی خوشگل‌تری. یعنی خوشگلیا ولی یعنی بدون آرایش هم خوشگلی نمی‌کنم. نه همون منظورم که نچرال عالی هستی. بچه‌ها داشتن مرسی ولی نمیخواستم که
من صدام بک میخوره متاسفانه، حالا شما متوجه نمیشید ولی بک آره. یه دقیقه بک میخوره یه دقیقه بک نمیخوره، نمیدونم چرا و خودم به اعصابم آره خیلی اعصاب خورد کنه، دقیقا میفهمم. صدای خودم آره خیلی اعصاب خورد کنه. ولی من دوست داشتم تا اینجا اگر حرف چیزی خودت داری بگی، اگه مثلا دوست داری یه چیزایی رو به من بگی، حالا نه اسپویلر ولی خب یه سری چیزایی که مثلا منتظرش داشتی یا مثلا چیزی اگه دوست داری بگو. قراره یه شخصیت خیلی جالب به زودی وارد ویلا شه که ممکنه ویلا رو بتر کنه و قراره یه دعوای خیلی بزرگ بین یکی از کاپل اتفاق بیفته. یا ابوالفضل. خب اوکی، من واقعا خوشحالم. از دعوا نه ها، از اینکه هیجان داره بالا دیگه داره میره. هم میخوره همه چی دیگه. آره. خب خیلی هم عالی. پس بچه‌ها حتما اگر که ویلا اکس رو نگاه نمی‌کنید یا نمی‌کردین نگاه کنید. نیلوفر ماه اونجاست. واقعا دارم میگم انقدر خوشحالم که مرسی اولین حالا عزیزم. مرسی. گفتگو با تو بود واقعا. منم یعنی انرژی مثبت. همینطور. تو هم خودت انرژی واقعا دارم مثبتی. میگم. واقعا دوست بهت. مرسی. من خیلی دوست دارم حالا از الان میخوام قول بگیرم ازت. رفتیم جلوتر یه کمی داستان چیزتر شد حتما دوباره برگردی و حتما هر موقع خواستی بهم بگو من هستم. خیلی هم عالی. دیگه شمارم هم که داری و منم شمارتو دارم و هر روز عالی. نیلوفر 2 روز دیگه بلاکم میکنه. چه حرفیه؟ نه بابا. خیلی هم خوشحال نه میشم. ولی من دوست دارم که خب میدونی یه ریالیتی شو خوبیه و احساس میکنم تا یه جایی آدما میتونن یاد بگیرن حالا از زوایای مختلف. برای همین دوست دارم دیده بشه واقعا. حالا ایشالله که بتونم با بقیه دوستان عزیز ویلا اکسو هم بتونم مصاحبه کنم. ولی گفتم خیلی خوشحالم که اولین نفر شما بودید. مرسی. منم همینطور عزیزم. مرسی از همه بچه‌هایی هم که دارن تماس میکنن. آره گفتی که چی دوست داریم کامنت ها رو بخونیم؟ نه گفتم اگه دوست داری چیزی صحبتی با بچه‌ها داشته باشی و بکنیم که دیگه بریم. باشه. من یه ذره خوندنم چیزه ولی آره واقعا مرسی که تماشا کردین. مرسی که وقتتون رو گذاشتین. ایشالله که شو رو دوست داشته باشین و ادامه بدین تماشا کنین چون قرار اتفاقای باحالی بیفته. هر موقعم سوالی چیزی داشتین من حالا یا با سنا جون میام تو لایو یا رو پیج خودم سوال بذارین. من معمولا یک کوئسچن باکس دارم جواب میدم هفتگی. آره بچه‌ها حتما نیلوفر رو فالو کنید. بذارید بگم بهار لطفاً آیدی نیلوفر رو بذار تو چت. ولی بچه‌ها همیشه خودشون کوئسچن باکس میذارن میان صحبت میکنن. فالوش کنید، حمایت کنید، انرژی بدین بهشون. و تو چت من داشتم میخونم همه عاشق شدن. جدی دارم میگم. مرسی عزیزم. آره و این خیلی خوبه. مرسی. با ارتباط خیلی هم میگفتن اولین باره که ما داریم یکی رو از مثلا ویلا اکس رو میبینیم مثلا این خیلی کانکشن برقرار کردن. مرسی. منم واقعا هم ساپورتتون رو خیلی دوست دارم. کامنتاتون رو میخونم واقعا حالم خوب میشه، شاد میشم. یعنی اصلا همینی که شما وقتتون رو میذارین، انرژیتون رو میذارین، ما رو تماشا میکنین، اصلا واقعا دمتون گرم. دستتون درد نکنه. آره بچه‌ها بیشتر انرژی بدین که کلا همش حالشو احوال و انرژی و اینا همه چیزای خوب بره سمت نیلوفر دیگه. بهت میرسه واقعا. مرسی. واقعا داره میرسه. مرسی. عزیزم من دیگه برم ولی خیلی خوشحال شدم. دستتون درد نکنه. مرسی از همگی. بوس به همتون. خداحافظ. عزیزم. خداحافظ بچه‌ها. مرسی که بودین.